دوست بیا دوست بیا، به دیدن دوست خود هر روز بیا. به دیدن دوست خود عیبش نبود، هر زمان و هر ساعت و هر روز بیا. السلام علیکم بینندگان گرامی محترم، بینندگان برنامه ادبی موسیقی شامی سمرقند. السلام علیکم دوستان عزیز و محترم. از آن که در این یک شام پرفیض با شمایان باز دیداربینی کرده ایستادیم، خیلی و خیلی هم خرسندیم. با همتون کیفیت خوب، روزگار تنج را تمنا میکنیم. و حالا میخواستیم چون برنامه امروزی خود را با یک ترانه دلانگیز آغاز نماییم. مرحمت، شنوید و بهره برید. یک سو غمی به مرقدی، یک سو غمی قومیتی، یک سو غمی به مکتبی، یک سو غمی به مذهبی، یک سو غمی به مرقدی، یک سو غمی قومیتی. گاهی زار بلبل خموشی میکند، باغ از جولان گاهی زار بلبل خموشی میکند. قابل کی خاکش در کشی، قابل فروشی میکند، قابل کی خاکش در کشی قابل فروشی میکند. سودای وطن لطفی امارت میخرند، بر هفت پشتی خشتن مرگ و حقارت میخرند. از گنجی سودای وطن لطفی امارت میخرند، بر هفت پشتی مرد و حقارت میخرد. در جیبی دادرهای ما دنیا رفین، دنیا رفین، به مذهب و
به عربی دنیا را بین دنیا را بین سوداگر و بازار را بین دنیا را بین دنیا را بین به ننگ بین به عربی دنیا را بین دنیا را بین سوداگر و بازار را بین سوداگر و بازار را بین مکتبم نوری دیدگانم تو مکتبم عمری جاویدانم تو مثل مادر محیب و غمخواری مکتبم باغی بیخزانم تو واخوری بعد از 50 سال برابر است میگویند به زینه دویمی عمری آدمیزاد که اگر آن را به 3 برابر درست میآید گوییم. از 68 نفر ختمکنندگان سال 1954 خوانندگان صنف دهم مکتب میانه رقم 21 ناحیه سمرقند امروز 37 نفرشان دوره پیری را رانده با تربیه نسل نورس فرزندان و نبیره ایوره ها مشغولند. از نام مکتب بچه ها گیم طلبه های صنف A, B, V 1954 سال من مأموریتی راهبریتی این مکتب عجایب کاشانه علم و فن و تاریخ و آداب همراه کل پرسونش منداره بیان نموده میخواستم که همین کلیف تو کار کرده استادگی معلم ها هم ماشان البته فرزند ماهان این اولادی من و شما هم فکر میکنم که اینها امیدهای کلان دارن امیدهاشان آرزو حواسشان برسن مقصدشان برسن حضوری مهنتهای عالی جنابی کرده استادگی جا باشه از همینجا نشستگی فرزندها کودکها لبه گفته جواب دانه تو از درگاه خدا مدد کنید. تشبثکار و تشکیلاتیانی اساسی این واخری فعالان جمعیتی دولتی انسانهایی که همیشه در خدمت خلق هستند دورون احرارов محسن خان حمیدов بهریدین باراتov آچیل رحیمov ها حرکت کردند که این جمع آمد یک عمره در خاطر همسنفان جمع شدگان باقی ماند. من اینجا با فرزند اصیل سمرقند تربیه‌گر جوانها همراه کل معلم با حرمت و احترام من این کتاب شما با مسئولین علاچه های مکتبتون این واخوری بسیار هم مفید واخوری 3 اولاد بود. برآمد کردگان تاکید نمودند که انسان در نتیجه مهنت و خوانش خود میتواند به سر مقصود به آسیب برسد. درباره حیات هر یک ما من همینجا حاضر 26 کس اشتراک کرده استادیم. 26 کس اگر درباره حیاتش اگر شما گپ زدنی باشه شوندنی باشتان حیات اینها بسیار مرکب گذشته. این حیات همین که در کوه کره‌های بلند دارد کوه کره‌های تیز دارد کوه جاهای پستی دارد که جر میگویند اینا زبان تاجیکی بر همین جرها به نقل دیده خودهای کوه تیزش دست کردی داشته خونه برآمده مانده شده هلاک شدگی کسها همینجا نشستگی اینا فکر نکنید که امروز حیاتشان همین یکدن من 50 سال گذشته سو 50 سال پیش مکتب دهم تمام کردین و یکدن اینا همه کار شدین و نه یکدن نه مشقت خواندن مشقت علم گرفتن مشقت حیات یاد گرفتن مشقت کار مشقت این اولاد نگاه داشتن مشقت فرزندای کلان کردن مشقت باید تربیت کردن مشقت پدر مادر عزت و اکرام و حرمتش جا آوردن این همش مکتب علم گذشته این یک روز کار نه این 40 ساله 50 ساله این مهنتی علمی
бале, мо бояд шукри давру замонаро гӯем ки дар ватани ободу зебо умр ба сар мебарем ва ҳамчунон эҷод мекунем. агар дар бораи ҳамин гуна фазилатҳои хуби инсонӣ яке аз ташкилотчиҳо ҳарф зада бошанд, ҷавонон ба ин суханҳо бо диққат гӯш андохтанд. Панбек не, балки дуо гирифтан дакон. Дуо гирифтан ма нахбатона мезанед. Ҷонатона азоб метиҳед, вақтатона бой метиҳед. گوش نمیمونه، تک نمیمونه، سال دوی پدر مادر میگیره. انا همین عذاب شما هیچ وقت نبرد که دوی پدر مادر گرفته که انسان خارج از دنیا هیچ وقت نمیره. بلاگردان، دو این بلاگردان. انا نفهمیدم. پس از این باشد سابق همسنفان از مکتب میانه جانجان خود رقم 21 ноҳияи Samarqand بیرون شده با یکی از طرفخانه‌های بهترین شهر رفته در آنجا صحبت را دوام دادند. من همچنان خرسندم، همچنان خوشبختم که یکمش دوستان ما بینش به من دوستان همسنفام تمام کردگی جدو ما نقص تمام کردگی اتفاق بودیم جدو هم 3 نفر دختر تمام کردیم ما بین 20 نفر پسر خوبه جدو هم یک دیگر ما کرده اتفاق بودیم حاضر همون خرسند هم دیگر دوستان با وجود این شما هم کردی با کادرها زیاد شدگی نسل نوره زیاد شدگی شاگردان ما کردی فخر میکنم ما از حیات خوشبخت از حیات خرسند حیاتی فراوان به زندگانی کرده استادیم از حیات فخر میکنیم از جمعیت ما از دولت ما منتدار میشه من درباره مادر نگفتگی باشم هم از مادرها همه وقت منتدار هستم من یک تا شعر کم من دیگه کم گفتنم ممکن شعر کدام شاعر بدنشون نمیدونن گل به دستم ده و رنگم بین شمشیر به دستم ده و جنگم بین همچو تنبور اشکم خالی دارم نان به دستم ده و آهنگم بین دنیای فانی بگذرد نوبتی پیری چه آید نوجوانی بگذرد دل به این دنیا مبند دنیای فانی بگذرد نوبتی پیریش آید نوجوانی بگذرد کفت و بازوی تو داری ای جوانی پهلوان کفت و بازویت بماند پهلوانی بگذرد کفت و بازویت بماند پهلوانی بگذرد میدانی تو داری ای جوانی باغبان باغ و میدانی تو داری ای جوانی باغبان باغ و میدانت بیماند باغبانی بگذرد باغ و میدانت بماند باغبانی بگذرد
هرچی آید بر سری فرزند آدم بیزرد هرچی آید بر سری فرزندی آدم بیزرد شمسی تبریزی هنرمندان رفتن زیر خاک شمسی تبریزی هنرمندان رفتن زیر خاک صد هنرمندی تو باشی در جوانی بگذرد این دنیا مبند دنیای فانی بگذرد نوبتی پیری چه آید نوجوانی بگذرد قربانی شمای من جدا هم خرسند 50 سالگی و همه تبریک میکنم به این روز نقص و عمری دراز رزق فراخ همه و ساخ سلامت روزگارشون کدین گردن همه کشون. استاد عزیز گوید که برای من همه خیلی روزهای نیکبار رسیدن آدم خیلی روزها را اثر میگذارن مثلا شما در دوره‌های کمتر پرمشقت‌تر خوندید برای این جوانان به چه نصیحتتون هست چون که امروز دوره ما دیگر خیلی دور است من نصیحتم همین که خواندن در کار خواند کم نمیشود آدمی زاد خواندن در کار خواندن همه وقت آدم اروغ میکند بچه‌ها مصلحتم همین که نهزکر مکتب خواندنش در کار مکتب بیرونم بال خودش به کار کردنش در کار بعد این ثانی یک چیزی کردن ممکن میشود دوره‌های دانشجویی استودنتیتون در خاطرتون هست چه خیلی میخوندید من این انستیتوت وقتی خواندگیم بود دم نگشته در سیار میکردم این انستیتوت من امتیاز رو تمام کرده فقط خواندن من لازمگم همه خیلی در خانه هم کار میکردیتون در نگاه نکرده هم درس بود در خانه هم کارهای خواجگی هم میکردیم مال تمرقه کار میکردیم همیشه میکردیم یعنی که انسانی که مهنت میکنه چه خیلی انسان میشه انسانی مهنت میکرده انسانی اولوغ میشود انسانی به حرمت میشود حرمتش بلند میشود که مهنت نقص بیند برای همون همه وقت مهنت کردن در کار در واخوری همسینفان از دوره‌های مکتبی یادآور شده از رفت درس‌های استادان اولین خود به شوق نقل‌ها می‌کردند. معلمین نفقه‌ها که سینشان به 80 رسیده است اسرار سالوев از این جمع آمد که در آن اشتراک داشتند خیلی هم خرسند و سرفراز بودند. Fizikadan, matematikadan ders verip sizlerge hayatımızı, hamdoyligini o'rgatib kelgan. Aziz do'stlar, endi u vaqtdagi sharoit hozirgi sharoit bilan ancha farq qiladi. U vaqtda men yosh edim. Sizlar bilan paxtaga borganman. Sizlar bilan bu ishni qilinglar deb ko'p martaba ko'p ishlarni qilganlar. Ularni ko'rib xursand bo'laman. Sizlarga sog' salomatlik, yakka yagona Allohdan uzoq umr, oila a'zolaringizga tinchlik, osoyishtalik tilayman. Hammalaringizga sog' salomatlik ilayman. Katta yoshlarga kirib, katta vazifalarni bajarishga umid qilaman sizlarga. Salomat bo'linglar. البته دنیای سودا بگذرد اندوهی دلها بگذرد اما به یادی آدمان روزهای نغز و نیک بماند جاویدان محترم اهل اسلام یار و برادرها همسنفها
هم قشلاقان هم شهران هم اوبلاستان هم ریاست یار برادران من امروز 50 سال شده است که ما خودمون همون با همراه شما صنف در با خوش و خرسندی با موفقیت‌های نفس با بهای 4 و 5 مطلب‌های تمام کردم هر کدام ساحه را رفتیم که ساحه دکتری که معلمی که جهالات که هر خدمت به آلا شده رفتم که ساحه ارمیه رفته آمد من از همین سستفهای مهان حاضر گذشته من امروز به عدد 37 کس 26 کس چند کس من اینجا آمده استادهیم حاضر هم ظاهر شده استادهیم من همین ها و هر یک قدم هایی که مانده آمدیم همین قدمات هم به حسنات هر کسی که من همینجا آمده است دلی صاف نیتی صاف همین ها به خدا عمری دراز رزق فراغ صحت سلامتی هر یک کسی کسب میکارش ساحل خودش به خدا خیر و برکت آفرد عمری دراز رزق فراغ کرد صحت سلامتی بی‌درد و بیرنجی الله تعالی نصیب روزی گرداند بتون روی زمین به زندگانی میکردگی مومن مسلمان بخش همه انسان ها با خدا صحت سلامتی کرد و قطار و انسان ها ما شما هم با تا چقدر عمر ما که بوده است قول بلا چی نیسته شده است همون عمر ما با موفقیت بینیم کسی که درد و داغ دیده است گشته درد و داغ نبینه همین گونه من خرسندم که من با همسنفانم مغرور چون که 5 سال باز اینها ندیدیم 40 سالگی میگذراندگی بودیم من با 50 سالگی میگذرانده استادیم من جدا هم با اینها مغرور جدا هم اینها کدی چی گفتنم ممکن چقدر فخر کنم میارزد چون که من ببینید دور زندگی عمر میگذشته است میگذرد عمرها هر خیلی میگذرد عمرهای ما هر همون وقتایی که ما خواندیم هم مکتب‌های عالی به داخل شدیم هم مسابقه‌های گم کار کردیم یک چند تا ما از ما از عالم چشم پوشیدن من هم باقی مانده ها من اینجا نشسته استادیم من میخواهم که باز از این هم روزهای نیک ببینیم آینده هم ما با فرزندان ما با نیورای ایوراها ما خرسند گردیم اگر دوره گذشته امروز رو مقایسه کنیم در چگونه دور خونده تو امروز چه خیلی دور است در گذشته دوره ما هم جدا هم دوره مشقت بود عذاب بود عذاب باشدن لیکن همه صنفای ما مهربانی دیگرش دوست بود مهنت دوست بود حق جمعیت خدمت میکردگی آدما بود پدر و مادرش حرمت میکردگی آدما بود خواننده ها بود من امروز انگی خواننده حاضرنگی دور با تقایسه کنیم مگر حاضرنگی در جدا هم حالیم از وی هم نقصتر گرچند که مستقل شده باشد ما از اینها ناشکری نمیکنیم دسترخوای نای ناز نعمت ما جدا هم بسیار ته ما ناز مرکم نسبت گذشته خدا ما از اینجا حاضرنگی زمان فخر بود. عمر انسان با یک میجه زدن میگذرد میگویند و هر یک شخص میخواهد با کاری خوب و رفتار نیک مهنت حلالش به جمعیت به دولت نفعش رسد و این انسان ها از قبیل همین گونه فرزندان اصیل سمرقند میباشند. ما بسیار حاضر در هیجان که به فکر ما باز گودک شدیم دوره همون 17-18 سالگی یاد به اومد خاطر به همین بسیار دوستای دیده همون جوانی در وقت جوانی چخیل ماهان خونش کرده بودیم چخیل حزیل و دوستداری جور بازی میکردیم همون یاد به اومده هیجان بغلطیدیم لیکن باز از یک چیز فخر کرده استادیم که همون دور جوانی و آرزو هوسایی کردگی مقصدهای پیشنهاد کردگی مقصدها جامعه عملی پوشید یعنی ما بعد 50 سال ختم کردن این مکتب باز باخوری کرده باز دیدار دیده باز یا دیگری جوانی را یاد آورده استادیم که به فکر من این یک قوه نو پیدا شد برای ما این قوه جوانی خدا موثبت باشه لیکن قوه جوانی پیدا شد که دل جوانی پیدا شد که این دل جوانی چندین سال باز برای فرزندا برای نبیره ایورا خدمت کردنش و ما باوری کامل داریم.
خلاص واخوری ختمکنندگانی مکتب میانه رقم 22 ناحیه سمرقند سال 1954 با کیفیت خوب و اشتراک فعال همسنفان با خوشی و خرسندی قید کرده شد. ما به همه این انسان‌های نیک، فرزندان سربلند و شرفمند سمرقند روزگار تنج، صحت سلامتی بر دوام را از ته دل تمنا می‌کنیم. توفه های خاطروی باشد در خاتمه استادان و همسنفان را خیلی هم شاد گردانید. آنها ممنونی خود را پنهان نمی کردند. خلاص این جمع آمد و آخری در روحیه بلند گذشت. امروز تبرک فخر کردن غنیمت دانستن تا این سال 10 سالگی تا 60 سالگی همه خدا صاحب و سلامت رساند. همون رضا خدا همه صاحب و سلامت رساند. باز دیدار یه دیگر دیدن به خدا نصیب و رزق کند. اکن طلبم همین که از خدا همه خدا سلامتیت کرد. بچه که حضورش بینیم، نیوره های توی کنیم، خرسندی یه دیگر به شریک شاگردیم.
در همین جا باشد و برنامه امروزی خود نقطه میگذاریم. منتظر نامه‌های شماییم سراغ مشهد سمرقند کوچه فردوسی، برنامه شومی سمرقند. خیر عزیزان، همیشه میگویم باری دیگر تکرارن که شامتان را با شومی سمرقند گذرانید. سربلند، سرفراز و سعادتمند باشید. شاد و پیروز باشید.